سونوگرافی چک کردن، گفتن طول دهانه رحمت 1 سانت کاهش پیدا کرده، باید سرکلاژ بشی، همین الان باید بستری بشی چون خطر سخت بود و ممکنه موقع عملم کیسه آبت شاید پاره بشه چون هفته بالا هستی. و پر از استرس، پر از نگرانی بودم که خدای قراره چی بشه و بالاخره رفتم اتاق عمل و پر از نگرانی بودم، ولی خب خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد از اتاق عمل که اومدم. چون داروی بیهوشی برای جنین خوب نیست، هر نیم ساعت یک بار می اومدن صدای قلبشو میشنیدم، ضرباناشو چک میکردن، ولی خب آخرین باری که اومدن از 147 رسیده بود به 100 و با نگرانی رفتم اینجا سمت سونو دوباره چک کردن، خدا رو شکر، و دیدم که 147 همه چیز عالی پیش رفت و دیگه منم با خیال راحت اومدم شام بیمارستانم خوردم و برگشتم خونه.